سلامی پر از مهر نثارتان همدیاران عزیز، دوستان ارجمند و استادان عالی قدر. بنده هلال صبر هستم و خواستم اینجا شعری را از شاعر بزرگ مهری بهادور با نام ساعت مادر من خورشید است برای شما قرائت کرده باشم. ساعت خانه ما خوابیده است، ساعت خانه ما خوابیده است. مادرم بی تقویم، مادرم بی ساعت، مادرم بی تقویم، مادرم بی ساعت. سرحساب گیره تاب و تبش میداند، سرحساب گیره تاب و تبش میداند. از رهی رفتن و باز آمدنی خورشید، گذری روز و شبش میداند. از حساب همه سود و زیان، گذری روز و شبش میداند. از حساب همه سود و زیان. از رقمهای پریشان عمر روز میلاد مرا میداند. ذاتاً و فلسفه زندگی را میداند که برای دیگران زیستن است بی ساعت. ذاتاً و فلسفه زندگی را میداند که برای دیگران زیستن است بی ساعت. بی تقویم روز او اسپید است، به دلش عقربک امید است. ساعت مادر من خورشید است، ساعت مادر من خورشید است.